طرف از کیم ده؟ از طرف خواهر مادر فرشته جانم ده، جایی که خبریم سوغات وطن هسته. خب دوستا کارتون رو واز کنیم که سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز، خدمت بیننده های چینل میهن سبز. دوستای عزیز خوش آمدین در یک ویدیوی دیگه از مو، در یک برنامه جدیدی از مو. امیدوارم که هر جای دنیا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمت شما دوستا هستیم، با شما صحبت مونیم، احوال پرسی مونیم. انشالله که هر جای دنیا هستین موفق و سلامت باشید. سلام عرض ادب خدمت دوستای عزیز. دوستای عزیز خیلی خوش آمدین در شانه برنامه از ما، در خانه از ما. دوستای عزیز انشالله که در هر جای دنیا که هستین خوب و خوش سلامت باشین، اوقاتشیم خوش باشد، جانشیم سالم باشد دیگه. خیلی خوش آمدین دیگه. بسا جان تو سلام کن. خب عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستای عزیز. امیدوارم که در هر جای دنیا هستید جور و صحتمند باشید. به برنامه امشب از ما خیلی خوش آمدید. تا آخر برنامه دیگه قنجه از ما همراه باشید. سلام علیکم دوستای عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشین، در هر کجای دنیا که هستین سالم و تندرست باشید. دوستای عزیز در این شانه برنامه از ما خوش آمدین دیگه. تا آخر ویدیو قد از ما همراه باشید. دوستای عزیز امیدوارم که هر جای دنیا هستید خوب و خوش سلامت باشید. ما هم خیلی خوشحالیم که بعد از مدت ها بازم امشب برایشون برنامه میگیریم، در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شما هم در هر جای دنیا هستید رقم از مولی جور و سلامت باشید. دوستای عزیز در این مدت یک خورده کمکاریه، نمیفهمم که چی رقمه دیگه. شرایط برای گرفتن ویدیو و برنامه اصلا مهیا نیه دیگه. بخشش باشه دیگه، خورده کمکاری داریم دیگه. امیدوارم که مورد درک کنید دیگه. مهاجرت سختی های زیاد داره، خصوصا در ایران بسیار محدوده. زندگی در ایران برای مهاجرت بسیار محدوده، واقعا سخته. برنامه گرفته و نمیدونم برنامه ریزی زندگی و برنامه ریزی برای ویدیو گرفته کلا سخته. امیدوارم که کسایی که دور از ایران هستن ما رو درک کنن، اونایی که داخل ایران هستن دیگه کاملا حرفای ما رو متوجه میشن. خدمت شما دوستای عزیز عرض کنم که امشب از طرف یکی از دوستا همین رقم که منگرنید جلوی از مو یک دنه بسته هسته، یک کارتون بگیم بهتره، یک کارتون امروز از طرف یکی از دوستا برای از مو هدیه هم ده. هدیه مربوط میشه به مادر فرشته جان. خیلی خوشحاله همینطور دیگه، همینطور آماده شده که سریع رواز کنه سایل کنه که داخلش چی هست. خوشحال نی؟ آره بله دوستای عزیز، قسم که آقای خرمی گفت. دوستای عزیز امید بخش از ما یک دنه هدیه رسیده. دوستای عزیز ما خیلی خوشحالیم. امیدوارم که شما امید خوشحال باشین، همیشه خوشحال باشین دیگه. ببینیم که هدیه کی را یک دنه و از کجا آمده دیگه. شما بیننده برنامه باشین، ما دیگه هدیه رو واز مونی قنجه شما شریک مونیم دیگه که هدیه کی را یک ده و از کجا آمده، چیز خلاص داخل چی دیگه. بله دوستای عزیز همین رقم که میگیرنید بستره یک کارتون هسته دیگه. همون تا جایی که خبریم سوغات وطن هسته. وطن واقعا دلم برای وطن خیلی تنگ شده دیگه. حتی از وطن یک سنگ یک چوبی هم که برای آدم هدیه باید برای آدم خیلی ارزشمنده. حالا ما خبر نداریم که داخل از این جعبه چی هسته. حتی سنگ وطن هم که باشه برای از من خیلی ارزشمنده. حتی چوب، یک تکه چوب هم که باشه، چوبی وطن، حتی یک ذره خاک هم که باشه خیلی ارزشمنده دیگه. امیدواریم که تا آخر برنامه همراه از ما باشید تا ما این رو واز کنیم و همه از ما ببینیم که چی هسته. بالاخره اوش فرق نه هدیه کوچیک باشه بزرگ باشه. یک مثال هست میگه هرچی از دوست آید نیکوست.
امیدواریم که همه شما جور و سلامت باشید. برنامه را یک لایک بزنید، سابسکرایب کنید. کسایی که جدیداً به چینل از ما آمدید بسیار خوش آمدید. امیدواریم که چینل ما را سابسکرایب کنید و همیشه ما را حمایت کنید. از حمایت های قشنگ و دریغ نکید دوستای عزیز. دیگه این هدیه از طرف از کی آمده؟ از طرف خواهر مادر فرشته جان آمده. دیگه یک جهان سپاس که نام از ما رو گرفته. البته وطن رفته بودن. آقای جان مادر فرشته وطن رفته بود، سوغات وطن آورده برای مادر فرشته. یک دنیا تشکر. دیگه فرق نداره داخلش چی هست. یعنی همی که نامش گرفته، نام از ما رو گرفته، نام از ما خانواده رو گرفته، یعنی خیلی برای از ما ارزشمنده. امیدوارم که اگر ویدیوی از ما رو دید، اگر صدای از ما رو میشنوه، یک دنیا سپاس از شما که به یاد از ما بودید. دیگه چیزی گفتنی داره بگی؟ اگه نداره واس کنه دیگه. آره دوستای عزیز، دیگه قسم آقای خورمی گفت دیگه دوستای عزیز را هدیه از طرف آقای جان میا. آقای جان دست در نکنه که نام از ما گرفته. دیگه بذار هدیه رو واس کنی که داخلش چی هست نه؟ آره. دیگه دوستان نشان بدی که ببینی داخل از چی هست. خب دیگه خب دوستا، امیر خم که میگرنید اینجا برگه چسبنده، نامی فرستندر زده که نام خودشان است، نام گیرندر زده که نام از مو است. دیگه این هنوز واز نشده، پلاستیکایش چسب کده قشنگ محکم کده، دستش درد نکنه. واقعا اصلا معلوم نمیشه از بیرونش که داخلش چی است. تا آدم واز نکنه نمیفهمه. دیگه مادر فرشته جان خودش واز بونه دیگه ببینه چه خبره، دیگه داخلش چی است. خب دوستا، کارتون رو واز کنیم که داخلش چی است. تا پایین چاقو خیلی پایین نکو که خراب نکنه. محکم چسب زده. صبر چاقو خیلی پایین نکو. خب دوستا، شما حدس بزنید که داخل از چی هست. خودت یک حدس بزن چی هست داخل چی؟ حدس بزنین سوغاتی وطن دیگه چیز خلاص لباس دیگه کشته یا همچین چیزا شاید باشد نه؟ از نظر از من که فرق نه. از طرف وطن گفتم که حتی یک تکه چوب، یک تکه سنگ وطن، یک تکه خاک وطن هم که باید برای از من قابل ارزشه. آره دیگه دوستای عزیز. خب این چیه بلیشی؟ چی بلیشش؟ خب این تخت چور بلیشش ده که ضربه نبینه به خاطر ازی؟ آسیب نبینه. خب شاید باز نکنه. این هم بسیار کاری عقلانی و هوشمندانه که بلیشش ده. خب دیگه بذار دوستا رفتیم که داخل ازی چی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب او ماشاءالله 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 ماشاءالله. پارچه های وطنه. پارچه های وطن قشنگ. به 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 به. خوی چیه؟ این چادره. به به. جنسش چیه؟ این جرد چی میگه نه؟ گاج نیه؟ نه گاج نیه. ولی خیلی خوب شیه ولی خمک کوبنه نه؟ خب آره سر زیر میگه خمک کوبنه. پارچه هست به نام جرد و جیرده. آره. چقدر نام سخت به خدا. آره اینجا سرش پارچه کوب مونه. استونزینیه؟ نه اولاچه گاجه؟ دوستا سر زیر میگه کوب مونه. دور باش موفه سر مونه. خب مبارک باشه. اوست فرشته خانومه. این فرشته؟ آره. به به مبارک باشه. آره اوست فرشته خانومه. این دوستای عزیزشم کس در لباسیه. از کجا فهمیدی فرشته خانومه؟ دیگه چون رنگش خنجره گسته داره. آها. رنگش شناختم دیگه. خب این چیه؟ این رنگ است دوستا. چه دو دامنه دیگه. به به. دو دامنه اصلی با رنگ جگری میگیره؟ قرمز میگه؟ صورتیه. صورتی میگه. آره صورتی. به به. رنگ بسیار این که رنگ قشنگه. مبارک باشه دختر. سلامت باشی. مرسی. چی گفتنی داره برای خاله خمیالی؟ ما تشکر از خاله جان که نام از ما رو گرفته و از ما کالا رایده. تشکر خاله جان. دوست داره توی این رنگ را؟ آره خیلی خوب شیه. دستش درد نکنه. خب
من از طرف خود خیلی تشکر مونم که نامی از مور گرفته، نام فرشتر گرفته. جهان سپاس شما. انشالله که همیشه تنتان سالم باشه. انشالله در خوشی هایشیم جبران کنی. خب این از تو دیگه این میشن چقدر کرکر بونه ای؟ کنه پشواید خواه آره این چیه؟ ایش کستن نقشه اوه وطن. نام این خدا پیدا ماشاءالله. نمیشه. سونی آلاف که میگفتم یه؟ آفرین نیستون حلافه دوستای عزیز ما یه دو وطن که بودم ریزه بودم ایر میگفت به نام سونی آلاف. آره یعنی آفرین یک نخ هست به نام نخ علف اونجا سونی آلاف میگه. آره این برای خانما خیلی با ارزشه. این خیلی گران هم است. گران هم است اینجا پیدا هم نمیشه این چرا ریت باز ای چرا ریت محکم نیه سفت نیه. این تو یک تار راز قدزی برو میشه چندین تار میشه. به نگاه به. می‌بینید چندین تار میشه یک دونه کوب میشه. چقدر خانما باهوش در وطن که موره میار پیدا نه در جایی که باش پیدا نه. هر هزار جایی که باشه می هواش این در ایران گرمه؟ نه از دل ایران نیه. دوستا این نخ در ایران اصلا نیست. این فقط افغانستانه. به نام نخ آلاف میگه اونجا. ولی چرا نخ آلاف میگیره؟ نمیفهم میگه نه خالاف میگه دیگه نه چون به خاطر سونی نرم آلاف. است نه شاید به خاطر خیلی نرمه یعنی خیلی نرمه. نرمه کوکش هم خیلی خوب میاد دوستایی که کسایی که کوک مونه قنجقیزی دیگه میفهمه دیگه کوکش میت خیلی خوبش براق میاد خیلی خوبش میاد خراب نمیشه. این هم نرمه هم براقه هم کم یافته. در ایران که اصلا گیر نمیه ای. خب این هم فرشته است توی؟ نه ایره بلده اینزی چادر اینی که است چادرشیه؟ خب اینی نخره کسته قنجقیزی سر ازی چادر رو کوک مونه. آها ولی ازی سر چادر کوک مونه. یعنی یک کار کده که چادر آورده که تو الاف نشنی دیگه یعنی قد نخ مخ شورده. این بازم جهان سپاس. نخ بلده نمیزی چادر که سر چادر قنجقش کوک کنی سر کنی خیلی خوب باید ایشون چادر از من دوستا. معلوم میشه که آقای تو قدر دوست داره دیگه. تشکر از آقای جانم. خب این نام از من گرفته. این جنسش چیه این این؟ اردوش یگلیه. خب این جرد و جیرده؟ این جرد و جیرده. اینم جرد و جیرده مال خود مادر فرشته. آره. قد نخ آلاف شی. بینیش کسته پارچه شلواره دوستا. اوهو. آره ایش پارچه شلواره. پارچه ازی با پارچه چیز نه چادر فرق مونه؟ خب پارچه کریب. خب اینم پارچه است به نام پارچه کریپ. آره شلواره پارچه شلوار رویشه دیگه که قنجقش بله جالی دانش کوک کنی دوستا. خود از اون نخ کوک کنی ببشی. یک پارچه است که وقتی بوشی که فقط یک تکان بدی دیگه خلاص دیگه اوتو نمیخواه. پارچه است که نیاز به اوتو نداره فقط که شوش یک تکان بده دیگه خلاص. خب مبارک باشه. سلامت باشی. این چند تا شلوار میده؟ یه دو شد دو خب بسیار عالی. خب بازم مبارک باشه. سلامت باشی. خب ایش چیه؟ به به نیش چه کسته؟ رنگای قشنگی. لباس چیه دوستا؟ چه رنگای قشنگی. به به ایش کسته لباسی تو دامنه؟ رنگ شاد چی؟ رنگ دلکش. آره دیگه ایش دوستا ایش لباس از مایه. به به اینم پارچه است به نام دو دامنه پارچه وطن مخصوص هزارگی. قربون وطن قنجه پارچه وطن. قربان خاک جاغوری قد لباسای جاغوری. درود بر مردم هزاره آره. قد لباسای هزاره. مردم هزاره اول که از قیافه شناخته میشه بعد از لباسای شال و دو دامنه خو. واقعا من لباس دو دامنه و شال هزارگی را خیلی دوست دارم خصوصا این رنگا را شاده. رنگ خیلی خوب شه دامنش دوستا دامنش خیلی خوب شه رنگ شه امروز دامنه خوبایه دیگه. دو دامنه اصلی امید تر سنگین دو دامنه خوب شه بعضی دو دامنه که استنید سبوکه خیلی کلان بدن نمایه ولی پارچش خیلی خوب شه. پارچش هم خوب شه قشنگه. این دو دامنه اصلی از قلب جاغوری هم ده. آره دیگه. از قلب جاغوری. خب این هم شد دو تا دو دامنه با رنگ بسیار شاد خوشگل اصلی. خب دیگه چیه؟ بازم است؟ او ماشاءالله 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 اصل چیز مانده اصل چیز مانده. دیگه این طرف سایکن این طرف سایکن که اصل چیز مانده. به 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 از وطن دوره نه؟ چقدر دل ما برای وطن تنگه. دوستای عزیز نزدیک 8 ساله که
بادام خسته وطن را از نزدیک ندیده بودم. اینم بادام وطن. بازم تشکر از آقای جان. خیلی خواست کم چند دانه بخورید خوشمزه. دوستای عزیز جایشم خالی، یک نه اینا با هم می‌خوردیم. آره جای دوستا خیلی این خالی. چیه؟ قرار که من خواب می‌بردم من نشیم کردی نه؟ برو موچم قاب بیرو. نه خواب بیرو. ایشی دو تا سه تا بیرو. چی میگه برا؟ برنجک میگه چی میگه دوتون میگه نه؟ چی میگه پیشتن؟ چی چی؟ میگه؟ برنجک میگه در نظرم یک چیز که میگه آجیل مثل چیزی آجیل افغانستان که اصلا نمی‌فهمم به هر حال خوشمزه اینو. بذار چی هست این؟ خوشمزه. خیلی خوشمزه یا. نه ولش بعدا. بذار خواب بره که من خواب شدم. ایشی کشمیش وطن. خب کم کردیم ببینید. کشمیش خب. وطن. کشمیش سیاه. اینم خوب شد نه؟ کشمیش سیاه وطن پلوی. بسیار قشنگ. دوستای عزیز ما مشهد که رفتم، یک جای رفتم رستورانی همشهریا به نام رستوران آقا سخی. یک قابلی خوردم نکرکر. یک قابلی برای ما آورد، یعنی کشمیش سیاه داخل گرفته بود، این قدر شده بود. واقعا خیلی خوش میشه. چون کشمیش های افغانستان، کشمیش های جاغوری خیلی کشمیشی خوشمزه و بزرگه. این نظمو کشمیشه. وقتی که را ترکنی داخل او خیلی بزرگ میشه. خب این را ریختی. دوستای عزیز کاش که نزدیک می بودی دیگه اینا از اینا با هم نوش جان میکردیم. خب این از این. شوف همش. خب اینم خسته وطن. به. خب بسیار خوشمزه. خب اینم بیر. یک قاب دیگه هم بیرون. دیگه هم باید کشته شونیر. ایشی کشمیش بود نه؟ کشمیش سیاه وطنی. به چه خوبش رنگ داره نه؟ چه رنگی داره، رنگ زغالی. خدا قسم. به اینم کشمیش سیاه وطنی. واقعا چقدر خوشمزه. نگاه چه رنگی داره. یه وقتی ترکنی داخل او اندازه بادام درختی میشه. یا کشمیش وطن چرب نداره؟ یک چیز برای از ما اینجا یک سوال پیش ما. کشمیش در ایران که ما خریدیم در خانه آوردیم چرب داره. این کشمیش اصلا چرب نداره. من علت چرب داشتن کشمیش تا حالا نفهمیدم که چرا کشمیش های ایران چرب داره. اگر دوستا خبر داره نه؟ آره. زده. دوستا اگر شما کامنت بدید من نوشته کنید. در مورد کشمیش اگر اطلاعات کافی دارین که چرا کشمیش های ایران چرب داره، کشمیش های افغانستان چرب نداره، بنویسید برای ما. ما نفهمیدیم. ما از هر کس که پرسیدیم میگه همه کشمیش ها چرب داره، ولی همه کشمیش ها چرب نداره. اینی کشمیش افغانستان ذره چرب رویش دیده نمیشه. کشمیش سیاه پلوی بسیار خوشمزه، خوش رنگ، نگاه زغالی، مخصوص پلو، مخصوص قابلی. بخور. خب اینم بود کشمیش. خب این دفعه نوبتی اصل چیز مانده. به جای همه دوستان میشه و در کنار از ما خالی. دوستا جایشون خیلی خالی. کاش بودی که با هم می‌خوردیم. دوستای عزیز کشته وطنی، اشتاق وطنی، یعنی واقعا دستی آقای جان درد نکنه که در وطن رفته، مو یاد چی بوده مو فراموش نکرده. جهان سپاس. انشالله که بتونیم به وقت چی جبران کنیم اینا را. اینا اشتاق. ما در وطن میگفتیم اشتاق. خیلی خوشمزه دیگه. مزکت تو که چی رقمه؟ یک دانه مزکت اشتاق وطن. بهنام دم بدیم. بهنام جلوی دوربین نم دهیم شو و طرف تر شده. واقعا خیلی خوشمزه.
دوستای عزیز تقریبا 8 ساله که ما از افغانستان آمدیم، هیچ چیزای سوغاتی های وطن رو ما ندیده بودیم. امشب خدا را شکر سوغات وطن برای از ما رسید، خیلی خوشحالیم. خصوصا مادر فرشته خیلی خوشحاله که دختر آتشی خوار بزرگشی نامش رو گرفته و برایش سوغاتی وطن آورده. سوغاتی وطن آورده بله. چون مادر فرشته امشب خوشحال است که سوغاتی وطن برایش رسیده، ما هم خوشحالیم دیگه. فرق نمونه، نام همه از ما رو گرفته، کشته، بادام، خسته، نمیدونم کشمش سیاه، این نمیدونم که چی میگه این میره نام چی میگه نامش را دیگه. اینم خیلی خوشمزه، نامش نمیدونم دقیقاً، تقریبا هم مدل پفک است ولی یکم میده میده دیگه. اینا را از وطن برای از ما رسیده آورده، هدیه را یک ده، دستش درد نکنه. جهان سپاس. گفتنی داره بگی دیگه، اگه نداره کم کم خداحافظی کنیم. نه دیگه گفتنی خواست تشکر از آقای جان که میقصد آقای جانم که نام از مور گرفته بخش از مو سوغاتی وطن را آورده. بعد از مدت ها خیلی وقت بود که بخش از مو سوغاتی وطن نمیداد دیگه. واقعا با ارزش بخشیدم، هر چیز که از وطن بخشیدم مایه دوستا خیلی با ارزش و کسایی که مهاجر در هر جای کس ده دیگه می سوغاتی که بخشش میرسه اینوی بخششی کلی ارزش داره. فرق نمونه که چیز خلاص کم باشد کلو باشد، اون بخشش ارزشمنده. یک چیز است خو هر کس در زندگی خو اندازه خود خو همه چیز داره، نه؟ آفرین. نیاز در رایگدون کس نداره. آفرین. ولی یک چیز دیگه هم هست که یک دوست نام یک دوست رو میگیره، یک چیز رو هدیه را ایمونه، او خیلی با ارزش داره، واقعا ارزش داره دیگه. هیچ کس منتظر سوغات مثلا منتظر کسی نیه که یک نفر برای از من لباس ریکنه، یک نفر برای از من نان ریکنه، ولی او چیزی که نام آدم گرفته میشه، او چیزی که نام آدم گرفته میشه به عنوان هدیه فرستاده میشه، واقعا جای تشکری داره و دیگه خیلی با ارزشه دیگه. تشکر از آقای جان. اگر ویدیو از ما دیدی، اگر صدای از ما میشنوی، جهان سپاس از شما. انشالله که همیشه تن تو سالم باشه دیگه. فرشته تو چیز گفتنی داری برای خالی خونه خالت یک دیگه اینا رو؟ ما دیگه از خاله جان تشکر نام که من لازم سوغاتی ده کالا ده. تشکر خاله جان. خب بهزاد تو چیز گفتنی داری بشیم؟ تشکر از خاله جان که نام از ما گرفته که سوغات وطن به لازم آوردم که با ارزش ترین چیز بلده یک مهاجر سوغاتی وطن شه، یادگار وطن شه که خاطرات گذشته بلده زنده بله، خاطرات وطن کلن وطن رو امشاد یاد از مو آوردی. کلن سنگ و چوب و درختای از مورا، زمینای از مورا، نمیدونم خسته بادام که ما زمانی که ریزه بودیم که وقتی زردالو مرسی زردالو رو میخوردیم خستهش منداختیم بیرون، ارزش نداشت بلدیدم نه؟ بچه بودیم نمیفهمیدیم منداختیم بیرون. حالی که فهمیدیم اصلا زردالو رو که مخوری خستهش نباید بندازی، نباید پرت کنی. اینمی اون خسته که ما او را پرت میکردیم، نباید پرت چنه. اما خسته از هم برای ما با ارزشه، طبیعیه دیگه. پشت نزمینا واقعا ما دیق بودیم، دیق هستیم، پشت درخت، پشت سنگ، پشت چوب، پشت خاک وطن. انشالله که روزیشونه که بریم اینا را از نزدیک بینگرنیم و لمس کنیم و نوشجان کنیم در کنار بقیه دوستا. خب به هر حال سوغات وطن خیلی با ارزشه دیگه. تشکر از دوستا که تا یه لحظه از ما همراه بودن دیگه. گفتنی چیز داری؟ نه دیگه. تشکر دوستای عزیز که تا این لحظه همراه از ما بودین، ویدیو رو همراه از ما تماشا کردین دیگه. دوستای عزیز دیگه جاشم خیلی خالی دیگه. اگه دوستا هم بودیم شما با هم میره کم بود، آرقم بودیم میره با هم میخوردی، خیلی مزه میداد نه؟ بله دیگه ویدیو زیاد طولانی نشنه، دوستا هم قدر خواسته کن ولدش تمام نشنه دیگه. کم کم در نظر خداحافظی کن دیگه. تشکر از همه دوستا که همیشه همراه از ما هستن و ما رو حمایت مونه، ویدیوهای از ما رو میگیرن، کامنت میله بلده از ما و همیشه ما رو حمایت کردن و حمایت مونن. امیدوارم که از این به بعد هم ما رو از حمایت های قشنگ خو
دریغ نکن، ما رو حمایت کن. حتی بعضی از دوستایی که ویدیوها رو میگیرن نظر نمیدین، امیدوارم که اونام یک نظر برای از ما نوشته کنه که ما بفهمیم چی کسایی ویدیوهای از ما رو میبینن. دیگه در پناه خداوند باشید دوستای عزیز. امیدوارم که یک روز همگی ما شما در وطن بریم، این نعمتایی که خدا دیده بریم در خود جاغوری اینا رو بینگرنیم، خیلی با ارزشه. دیگه در ایران هستیم مهاجر، منتظر سوغاتی های وطن، منتظر خاک وطن، دیدار وطن، آب وطن، هوای وطن همیشه بودیم هستیم. بازم در پایان تشکری منم از همه شما که همیشه ویدیوهای از ما رو میگرنید و ما رو حمایت منید. و یک تشکری خاص از آقای جان داریم که نام از ما رو گرفته، زحمت کشیده. این بستر اردن چم واقعا از وطن تا اینجا بالاخره زحمت داره دیگه، واقعا سنگینی داره نه؟ بالاخره جنجال داره از او کشور در کشور بری دیگه. یک جهان تشکر، انشالله که در خوشیایشیم جبران کنیم انشالله. دیگه. بیشتر از این مزاحم وقت نمیشیم دوستای عزیز. تا یک برنامه دیگر، تا یک ویدیوی دیگر، همه شما رو به خدای پاک میسپاریم. انشالله که جور صحتمند باشید. بله دیگه دوستای عزیز، دیگه ویدیو طولانی نشنه دیگه. انشالله جور صحتمند باشین تا ویدیوی بعد. خدا یار نگهدار شین. خداحافظ دوستای عزیز. خدا یار نگهدار همه دوستا باشه.